اوه عجب شیبیه. اوه عجب شیبی بود پسر. درود رفقا، من آلکا هستم و اینجا کانال شما مخصوص موتورسوارا، کانال آلکاموک هستش. خیلی دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا حمایت کردین و ویدیوها رو تماشا کردین. امیدوارم که تونسته باشین تو تکچرخ و مهارت‌های تکچرخ با موتورسیکلت یا مهارت‌های مبتدی پیشرفت کرده باشید با تمرین کردن. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه یه مسیر خیلی عجیب غریب و با یه سری چالش‌ها پیش ببریم. یه شیبی رو داریم این بالا که ما قراره با هوندا 125 این شیب رو بریم بالا و ببینیم تا کجا میشه رفت. یه سنگریزه درشت و شنه روونی داره و شیب یه جوریه که فکر نکنم زور هوندا 125 برسه، ولی قراره که با هم بریم ترای کنیم ببینیم که به چه صورته. با ما همراه باشید. این مسیر رو این صورت یه سری چاله چوله ها داریم با شیب نسبتا مناسب، سنگای درشت رو جای گیر نکنیم خوبه. این هم ممکنه ترای کنیم ببینیم میشه رفت بالا یا نه. فکر نکنم زور هوندا برسه، وگرنه همینو میریم بالا. آقا خیلی مخلصم، ولی یه جای خفن و خیلی باحال. الان میخوایم که با الوادور هوندا 125 این شیبو بریم پایین. شیب عجیب به نظر میرسه. امیدوارم که موتور وایسه، سوت نشیم تو باقالیا. بچه‌ها ترای بالاش هم میذارم که اصلا سعی می‌کنیم ببینیم میاد بالا. فکر نکنم با این شیب شدید هوندا زورش برسه که بیاد بالا، ولی خب حالا تا هر جا شد یه گازی میدیم از پایین ببینیم تا کجا میشه بیایم بالا. عرضم به خدمتتون که ولی موتور مناسبش رو بگیرید و بیاید اینجا، خیلی لذت بخشه. خب رفقا میخوایم بیایم پایین. خدای شیبش از اینجا دیدن داره، ترس داره. منم که فوبیا خاک دارم. بریم ببینیم چه جوریه. عجب شیبیه پسر. بریم بالا. تو پیچ که گیر کردی با فرمون بازی استیبل خودتون رو رعایت کنید. با فرمون بازی موتورتون رو بچرخونید سر بدید روی پایینا یا علی. بریم ببینیم که چیکار میتونیم انجام بدیم. سر موتور شیم. آماده؟ برو بریم. او چه شیبیه پسر. یه پیکی هم داره میاد. برو بریم. اوه عجب شیبیه. اوه عجب شیبی بود پسر. اوه به اوه چه حالی داد. بچه‌ها فقط باید اینجا حواستون به فرمون باشه، دستتون اصلا رو ترمز نباشه. ببینیم بالا هم میشه رفت ازش یا نه. گازو بگیریم. تونستیم. باریکلا. به عجب شیبی بود، لذت بخش بود. خیلی مخلصم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. حتما بیایید و همچین مسیرهایی رو تجربه کنید اگر موتور بازید. خیلی لذت بخشه. خب من موتور مناسبش رو نداشتم، ولی همین هوندا هم یه چالش خیلی سخت بود تو این شیب و این
به قول معروف مسیر. دوستتون دارم، امیدوارم که تونسته باشم هیجان این ورزش و این کارو بهتون منتقل کنم و اینکه حتما بیایید تجربه کنید و از این کار لذت ببرید، البته با موتور مناسبش. ما حالا یه چالشی برقرار کردیم که با هوندا 125 این کارو انجام بدیم و خیلی هم انرژی بخش بود. البته من یه تجربه‌ای داشتم و یه سری سوالا پرسیدم که چجوری موتور رو کنترل کنم، ولی خودم هم اولین بارم بود. خیلی مخلصم، دوستتون دارم. ارادت. آره چونیم بالاخره خوش گذشت، مسیری جالبی بود، روز باحالی بود.